خب سلام بچه‌ها، خسته نباشید. توی قسمت قبلی یه دونه سوال بود که حالا گذاشتم خودتون حل کنید و این داستانا. بعد حالا یکم بعدش فکر کردم دیدم سوال خوبیه که ما هم حل کنیم و بذاریم. برای همین گفتم قبل از اینکه بریم فصل بعدی یه دونه ویدیو بگیرم فقط حل همین سوال باشه. البته میگم باز نکته‌ای نداره با چیزایی که توی همون ویدیوی قبلی حل کرده بودیم هم قابل حل بود، یعنی اونو میدیدید دیگه، اینم باید میتونستید حل کنید. ولی گفتم حالا حلشو بذاریم خوبه. من عکس صورت سوال رو صفحه میذارم، خودم از این بغل بخونم. گفته که یه صفحه شطرنجی چاپ کنه با ستاره. من ببینم ابعادش چقدره. 8x8 دیگه، مثل صفحه شطرنجه، چون اینجا یکم طول و عرضش به نظر یکی نیست. نه 8x8. کلن هم میگه که از پرینتف و این داستان استفاده کنید. پرینتف درصد ستاره فاصله، پرینتف ستاره خالی، چیز فاصله خالی، و پوتس که میره خط بعدی. خب همیشه به بسم الله اینکلود CDIO اینه داره چی کار میکنه. خب من یه دونه اینت انمون رو میذارم 8، یعنی میخوام جنرال تر حلش کنیم. خب صفحه شطرنج 8x8. دوباره یه سوال شبیه این داشتیم بچه اگه یادتون باشه، دوباره 2 تا حلقه نیاز. خب البته اون سوال رو من با یه روش دیگه حل کردم. کدوم سوال بود؟ یادم نمیاد. این که نبود، این که نبود، این بود. اینو مثلا 2 تا وایل گذاشتم و توش کارهای مختلف کردم. الان با اون سیستم فاکتورگیری که توی یکی از سوالا گفتم، یادم نمیاد کدوم فاکتورگیری، که لفظی که خودم گذاشتم ولی خیلی چیز رایجی نیست، ولی منظورم اینه که توی این ایف و الس یه وایلی داریم که همش داره از n، یعنی میره تا n دیگه، جفت این وایل میشه این وایل رو آورد بیرون کردش، یه دونه این ایف رو برد تو و فقط این بدن داخلی وایل رو گذاشت تو ایف. خب این ایف و الس کلا سوالا که یه دونه راه حل نداره، اینو همش در جریانش باشید. ولی حالا این یکی رو میخوام با اون یکی مدل حل کنم، یعنی 2 تا وایل بذارم دیگه، شرطا رو فقط توی اون وایل داخلی حساب کنم. خب 2 تا کانتر میخوایم، یه دونه مثلا لاین کانتر میخوایم که حالا 0، یه دونه هم مثلا چرخ کانتر میخوایم که اونم 0. بعد یه دونه وایلی داریم که تا وقتی لاین کانتر کوچکتر از 0 هر سری هم بذاریم. این AI که اون موقع ها که نبود، مثلا اولین چیزی که واسه وایلام می نوشتم همیشه این بود که آقا شرط هم چیه، اون چیزی که باید 0 بشه، اون جاهایی که باید زیاد بشه و همین. یعنی همیشه اول اینا رو می نوشتم، مطمئن شدم که اوکی من یه حلقه‌ای دارم که درست کار میکنه. حالا بریم کدشو بنویسیم. خب ببینید نکته‌ای که داره، من اگه تو خط زوجم، یعنی خط 0 2 4 اینها دارم با ستاره شروع. خب و حالا یه ترکیبی از این میشه و ستون دیگه. خب پس من میزنم که هر بار که میریم خط بعدی که یه دونه، اول اینو بذارم ای بابا، هر بار میریم خط بعدی که یه دونه پوتس داره. گفت برای رفتن از خط بعدی، یعنی نگفت، آره دیگه گفت برای رفتن از خط بعدی از پوتس استفاده کنید. این از این. بیایم اینجا میگم که آقا اگر لاینی که من الان هستم باقی ماندش به 2 0 و چی آره 0، چون دستورایی که بهمون داده خودش ستاره و فاصله است. الان میگم من شک، یعنی چیزی که می‌خواستم بزنم این بود که الان ستاره شاپ کنم یا اسپیس، ستاره شاپ کنم یا اسپیس. حالا 2 تا مدلشو میزنم دیگه. خب بریم اول با چیزی که خود صورت سوال گفته. فقط گفته که چیز کن، گفته که با ستاره فاصله استفاده. خب من چند تا ستاره فاصله میخوام؟ 8 تا میخوام. خب این خیلی مسخره شد، یعنی با دستوری که خودش گفته منو میزنم که آقا اگر لاین باقی ماندش به 2
مخالف چیز بود یه دونه پرینتف فاصله بکن، بعدش دیگه به اندازه لاین کانتر فقط چیز کن، پرینتف ستاره فاصله کن. فکر کنم این درست باشه. من بیارم کنم اینجا یه ران، یه کامپایل و جی سی سی این داستان ها. ای بابا جی سی سی داستان ها میشه 5 و سوال چند؟ 39 39 3 یعنی کار کرد. خب من اون چیزی که میگفتم این سوال جالبه و توی ذهنم بودش که حلش کنیم، این روشش بود که فرض کنید ما نمیخوایم مثلا ستاره فاصله چاپ کنیم، میخوایم که چون بالاخره اینو میتونیم ستونی هم نگاه کنیم کاراکتر رو دیگه، خب بخوایم اونجوری حلش کنیم. اگه بخوایم اونجوری حلش کنیم من اینو کپی میکنم میذارم، بعد اینو میزنم که اینجا بمونه. سولوشن 1 رایتن سینتک. خب بریم سراغ راه حل دوم. تو راه حل دوم که من تو ذهنم بود اینجوری حل کنیم، بیاید با اون دستورایی که گفته نه. خب یعنی من میخوام کاراکتر ستاره یا فاصله چاپ کنم، ستاره فاصله نمیخوام داشته باشم. خب من اینو برمیدارم، بعد اینجا میام اون کانتر رو که میخوام، اونی که بره خط بعدی رو میخوام. حالا اینجا ببین من یکم مثلا شکل رو دقت کنید یه الگویی توش پیدا میکنید. خب حالا من که سر ویدیو قبلی گفتم خودتون برید حلش کنید و اینا دیگه، الان میتونید پاس کنید یکم فکر کنید. خب که من کجاها دارم ستاره چاپ میکنم، کجاها دارم فاصله چاپ میکنم. خب اینو من میام الگوشو ببینم چیزی داره یا نه. یکم که دقت بکنید چیز دیگه، ما یه دونه لاین کانتر داریم، یه دونه کاراکتر کانتر داریم. خب الان لاین کانتر من هر جا باقی ماندش به 2 صفره و اون کاراکتر کانتر منم باقی ماندش به 2 صفره دارم ستاره چاپ میکنم. جاهایی هم که این برای خط اول، خب میرم رو خط دوم میبینم شده برعکس، شده جاهایی که باقی مانده جفتشون به 2 1 داره ستاره چاپ میشه. خب پس یه نتیجه‌ای که میگیرم اینه که آقا هر جا این دو تا باقی مانده هاشون با هم یکیه ستاره چاپ میشه. خب اگه شما صفحه شطرنج با غیرم در نظر بگیرید اون قطر رو که میاید باقی مانده هاشون یکیه دیگه. خب و ستاره چاپ میشه. حالا میام همینو کدش میکنم، میگم که آقا اگه باقی مانده ببینم درست نوشت، آره باقی مانده لاین کانترم به 2 مساوی بود به کاراکتر کانترم به 2، تو ستاره چاپ کن دیگه، نمیخوام از این دستورای رایت چیز کنم. اگه اینجوری نبود فاصله چاپ. اگه نکته‌ای که هست الان که من دارم ستاره فاصله چاپ میکنم دیگه، توی هر خط میشه چقدر میشه 16 تا کاراکتر به جای 8 تا، پس اینو باید بگم تا 2n. الانم اگه رانش کنم درست کار کرد. خب اینم 8 تا هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 درست. خب اینش هم دیگه میتونیم باش بازی کنیم دیگه. خوبی این که متغیر گذاشتیمش، این که مثلا میتونم الان بگم 5 در 5 بده، یه دونه 15 در 15 فکر کنم اینجا جانش. آره ولی کلا به ازای هر عددی کار میکنه، درست کار میکنه و همین. سوالش کلا سوال جالب بود دیگه. بیشتر دوست داشتم ببینید که یعنی بدون اون شرط، بدون اون سینتکس هایی که خودت دایتر گفته میشه حل کرد. کلا هم دوباره برای بار هزارم بگم هر کدوم این سوالا میتونه به هزاران روش مختلف حل بشه، همشون درستن، توی مبانی همه این راه حل‌ها درستن. حالا بعداً درسای دیگه مثل ساختار داده و الگوریتم این داستانا رو بخونی، اونجا میشه بین راه حل‌ها بحث کرد که آقا این مثلا سریع‌تره، این مثلا مموری کمتری مصرف میکنه و این داستان. ولی در حد مبانی ترم یک همه راه حل‌هایی که خروجی درستی بدن
میشه گفت درستن که حالا بعدا چیزای بیشتری یاد میگیریم سعی می‌کنیم کدای بهتری بزنیم. دیگه همین، بریم قسمت بعدی که وارد فصل بعد بشیم. فعلا